به نام خداوند رنگین کمان، خداوند نان و خداوند جان. بنده نه دنبال فالوور جمع کردنم، نه دنبال معروفیتم، فقط به عنوان یک بازنشسته دوست داشتم که خود درد دل کنم و داشته‌هام رو با هموطنم در میون بذارم. درود میفرستم به هموطنای عزیزم، تمام کسی که صدا منو میشنون، با صدامو نمیشنون و همدلن با ما. عرض کردم بنده بازنشستم، سالها فعالیت کردم، سالها کار کردم، توقع داشتم به خاطر تخصصی داشتم، به خاطر فعالیتی کرده بودم. بعد بازنشستگی یک آسایش نسبی داشته باشم، ولی آسایش نسبی که هیچ، آرامش هم من ندارم و دنبال مقصر هم نیستم. این که اون طرف شروع کرد، اون طرف ادامه داد، اینها حالا بهش میپردازیم، ولی بیشتر دنبال راه حلم. دوست دارم به یک نتیجه برسیم. شاید خیلی ها ندونن که مشکل اصلی ما از زمانی شروع شد که رو بالکن آقای راکفلر، پسر راکفلر معروف، خودش، خانومش و آقای هنری کیسینجر نشسته بودن. عروس خانواده راکفلر برگشت به هنری کیسینجر گفت در ایران انقلاب شده و ایرانی‌ها پولشون رو میخوان. به هر حال ماهاست نفت فروختن، برای اداره کشورشون نیاز به پول دارن. و اگه ما این سپرده رو بپردازیم به اونا، بانکمون ورشکست میشه. بانک چینز منهتن برای خانواده راکفلر بود. هنری کیسینجر یه فرصتی خواست، گفت من یه مهلت به من بدید، من مشکل حل میکنم. و در پس زمینه ذهن آقای هنری کیسینجر اون حمله چریک‌های توده‌ای به سفارت آمریکا وجود داشت. به هر حال چندی بعد دوباره این حمله تکرار شد در توسط دانشگاه خط امام. حدود 444 روز 66 نفر اسیر دانشگاه خط امام بودن. حالا این اعداد قابل توجه آقای رافی بود. و حالا چه مشکلاتی این تسخیر سفارت در پی داشت؟ اولیش خب قطع رابطه با آمریکا بود در تمام زمینه‌ها، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. دوم، بلوکه شدن تمام پول‌های آمریکا، بانک‌های آمریکایی و همپیمانانش، بانک‌های اروپایی. بلوکه شدن تمام پول‌های ایران در این بانک‌ها بود و من جمله بانک چینز منهتن. سوم، تحریم‌های کمرشکن علیه ایران بود که تا همین الان ادامه داره و چند پیش دوباره باز تمدید شد این تحریم‌ها. حالا علاوه بر اینها، قطع روابط ایران با جوامع غربی بود و ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه خب مشکل عظیمی براش بودیم. هرچند در زمان آقای خاتمی تا حدودی برگشت، ولی باز دوباره روز از نو بالا عرض می‌کنم چی شد. علاوه بر همه اینها هنوز چیزی که هستش، بگم این بلوکه شدن پول‌ها و اینا حالا هنوز ادامه داره. چند وقت پیش که بانک‌های فرانسوی، اگه اشتباه نکنم پاریباس بود اسمش، سال 2015 حدود 9 میلیارد دلار جریمه شد به خاطر نقض تحریم‌های ایران. خب مشخص این پول از کجا پرداخت شد. و حالا آمریکا به هر حال خطایی کرد، اومد اصلاحش کنه، بارها دست بوسه سمت ایران دراز کرد، ولی این بر کسانی که پشت جبهه بودن مرتب بر طبل جنگ میکوبن و سازش و صلح رو ننگ میدونن. من حالا دلیلش رو نمیدونم چرا. شما از اون طرف ببینید خیلی از کشورهای دنیا که مشکل اساسی داشتن با آمریکا، به خاطر اینکه به هر حال آمریکا ابرقدرت در زمینه اقتصادی، حالا سیاسی نظامی ایناش بماند، در زمینه اقتصادی تمام کشورهای دنیا بهش نیاز دارن. بانک جهانی دست آمریکاست و اقتصاد دنیا دست آمریکاست. 60-70% اقتصاد دنیا آمریکاست. تمام دنیا برای پیشرفت نیاز دارن به این کشور. شما ببینید ژاپنی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم 2 تا شهرشون محو شد توسط بمب‌های اتمی که آمریکا انداخت، ناکازاکی و هیروشیما. این نبایسی که مردم ژاپن براشون به وجود اومد هنوز ادامه داره. از نسل به نسل بعد این نقیصه‌ها هستش، این مشکلات هستش. ولی ژاپن کاری که کرد بعد جنگ جهانی دست بوسه سمت آمریکا دراز کرد و اون معروفی میگن گوشی ژاپنی رو میز دفتر رئیس جمهور آمریکاست. حالا اینکه یه گوشه شما ببینید تویوتا داره کولاک میکنه تو آمریکا و خیلی از برنداش. ویتنام دیگه، از ویتنام که هیچ کشوری بیشتر در مبارزه با آمریکا ضربه نخورد. 20 سال بود، نزدیک 20 سال با آمریکا جنگیدن. 13 میلیون بمب رو سر ویتنامیا ریختن. 3 میلیون بیت کوین رو سلاخی کردن، کشتن و اون همه فجایع، اون همه تجاوزها، اون همه مشکلاتی که برای ویتنامیا به وجود آوردن. بعد از جنگ ویتنامیا گفتن جنگ بوده، تموم شده، الان دست دوستی به هم بدیم و نتیجهش این شد که بیش از 50 میلیارد دلار همین الان صادرات به آمریکا دارن. چین که آقای مائو دراشو بسته بود، هزارها نفر، صدها هزار نفر، میلیون ها نفر رو کشت این آقای مائو و بزرگترین لطفی که در حق چینی‌ها کرد این بود که مرد. بعد از مرگش درها دوباره باز شد، اونا با آمریکا دوست شدن و الان چین یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی یا بیشترین تناسبات اقتصادیش هم با آمریکاست. نلسون ماندلا که شما فیلمش رو در تلویزیون دیدین، در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دیدین، زمانی که به قدرت رسید اولین کاری که کرد دست سمت تجار آمریکایی دراز کرد و گفت ما رو رها نکنید، به ما کمک کنید. آقای مهاتما گاندی کلی کتاب راجبش نوشتیم و ما خوندیم.
اولین کاری که کرد بعد از به قدرت رسیدن این بود که دستش رو سمت آمریکا دراز کرد. هند هم به همین دلیل الان یکی از ابرقدرت‌ها، یکی از کشورهای در حال توسعه در وجود تراز اولاست تو کشورهای در حال توسعه در کنار برزیل. قضیه عکسه، یعنی آمریکا بارها دستش رو بنابر دوستی سمت ما دراز کرد و ما این دست رو پس زدیم. من یادم زمان آقای خاتمی که عرض کردم تا حدودی دیگه مشکلات رفع شده بود. بیشترین پروازهای خارجی رو تجار خارجی اروپایی آمریکایی تو ایران اون زمان داشتن. ایران داشت شکوفا میشد. چی شد؟ آقای خامنه‌ای من یادم اول قبول کرد ولی بعد خطبه نماز جمعه اومد گفت من نزدیک بود اشتباه کنم، با آمریکا نزدیک بود دوست بشیم، با آمریکا نزدیک بود مناسبات دوستانه برقرار کنیم. ولی چند نفر از ستمدیدگان دنیا اومدن پیش من و گفتن شما بیرق مبارزه با آمریکا دستته و ما به خاطر اینکه شما هستین، به خاطر اینکه شما دارین رهبری مبارزه با آمریکا رو انجام میدین، ما داریم با اینا میجنگیم و الان ناامید شدیم. الان شنیدیم که شما دوباره میخواین دوست بشین با اینا. خب اون ستمدیدا الان کجان؟ خیلی از ماها میدونیم، همه میدونن که اون ستمدیدا کیا بودن. اونا الان دیگه نیستن. ما باید واسطیم که حالا یه ستمدیده یه گوشه دیگه دنیا به مشکل بخوره و اعلام نیاز کنه ما بیام بابتش هزینه بدیم. اون تا کی میخواد این مشکلات برای کشور ما، برای مردم ما ادامه دار بشه؟ این که میگم به عنوان کسی که 50 سال زیست داشته در این کشور و 40 سالش رو مطالعه کردم، کتاب خوندم، تحقیق کردم، حالا فرصتی طلایی رو که از دست دادیم، سوزوندیم، ولی الان هنوز دیر نشده. میشه جلو خیلی از این مشکلات رو گرفت، جلو خیلی از این معضلات اقتصادی که گروانگیر مردم هست رو گرفت. دیگه خسته شدیم، بس که شنیدیم و گفتیم سفره مردم کوچیک شده. خیلی از دانش آموزای ما تو کپر دارن درس میخونن، خیلی از پدرها شرمنده زن و بچه‌شونن، بعضی از دانش آموزا به خاطر نداشتن لپتاپ آقای خامنه‌ای خودشون کشتن. شما میدونید اینا رو، به شما میگن تا کی میخواد این ادامه دار بشه؟ من امیدوارم تا دیر نشده، تا مشکلات بزرگتری گریبانگیر مردم ما نشده، از یه جای دیگه جلوی اینها گرفته بشه و امیدوارم مسئولین مملکت، کسایی که دستشون میرسه، کسایی که تصمیم گیرندن، بتونن تصمیم درست رو بگیرن و رو از این ورطه‌ای که درش افتادیم نجات بدن. خیلی ممنون. حرفم گوش کردین.